یک ضد حمله برای تیم ایران شکل میگیره. یه اشتباه، حرکتی از قوچان نژاد، فرصت برای قوچان نژاد، توی دروازه گل برای ایران. قوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه. در حالی که بازی بیشتر در اختیار ایران کره جنوبی بود، ایران روی یک ضد حمله و فرصت طلبی رضا قوچان نژاد به گل میرسه. نگاه کنیم سماجت قوچان نژاد رو، حرکت سریع این بازیکن به پشت مدافع کره و ضربه تمام کننده پای چپ که یک بار دیگه ارزش های خودش رو برای فوتبال ملی ما نشون میده. الان لحظه ای که حتما همتون خوشحالید و ایران روی هواست. دقیقه 61 ایران 1-0 از کره جنوبی پیش هست. این فرار قوچان نژاده. نگاه کنید که چگونه با قدرت تکنیکی و حرکت پای چپش از مدافع مقابلش جلو میفته و اینجاست که نیمکت نشینان ما اصلا اجازه نمیدن که او حرکتی رو انجام بده. همونجا توی زمین میگیرنش و جشن شادی رو برپا میکنن. روی اشتباه این مدافع کیم یونگ گوان. کره 0 ایران 1. ثانیه های واپسین این مسابقه است. منتظر سوت پایان هستیم. سوت پایان این مسابقه و صعود تاریخی ایران به رقابت‌های جام جهانی 2014. پیروزی ارزشمند ایران. کارلوس کیروش هم یه جوری پاسخ چوی رو میده اونجا. چهره چوی رو ببینید. کارلوس کیروش هم بعد از مسابقه رفتش پاسخ داد. ایران به جام جهانی راه پیدا میکنه بعد از سال 1978 1998 در فرانسه، 2006 در آلمان، حالا در سال 2014 در کشور برزیل ما حاضر خواهیم بود.